تا خراب نشود و کار قبول کرده نشود. زندگی آنها کلا تغییر می‌یابد. آدم فربی مثلا در کجا در کلان مثلا کار قبول کرده نمیتونه اشکی آنها مثلا در وقتی یگانجا مثلا با دوچرخه راندن نمیتونن وضع زیاد این چیز عادی هستند که برای استرس میبرن برای انسان کار قبول نمیکنه. مثلا در انتخاب لباس آنها لباس به خود مناسب را انتخاب کردن نمیتونن. اینا همش با انسان باز زیادتر استرس آورده میرسونن به زیخشی آورده میرسونن. یعنی که فربهی نه تنها بیماری که اون احساس نمیکنن زندگی آنها رو تغییر می‌یابد. زندگی اون انسانی که مثلا زیاد وزن است و فربه است که وقتی که انسان با زیاد وزنی روبرو می‌شود چون این علاقه اولین نشانه ها است وقتی که زیاد وزنی رو در جسم خود مشاهده می‌کند وقتی که اهمیت نمی‌دهد اون به بیماری فربهی می‌گذرد و چون وقتی که با این بیماری فربهی زیاد وزنی به بیماری فربهی گذشت اگر بیم علاقه خانوها از این بر میاد که حرکت مشکل جسم انسان هم وظیفه‌شون رو می‌کردند یا اینجا چیزی دیگر